Audio Jungle. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم هر یک شما خوب هستین و بر شما سلامتی خواهان هستم. روزی سعید جمعه مبارک باشد دوستان عزیز. امروز جمعه هست 20 اکتبر. درباره قرب اسعار ملی خارجی معلومات می‌دهیم. $100 برابر به 1095 سومانی و همچنین 100 یورو برابر به 1156 سومانی را تشکیل می‌کند. دوستان عزیز، برای پیشرفت کانال ما در زیر ویدیو لایک مانید و به کانال ما پادپیسه کنید. رحمت برای دستگیری خداوند از همه شما راضی باشد. میگذاریم دوستان عزیز به روبل روسی، یعنی که 1000 روبل برابر به 112 سومانی و 90 درم. دوستان عزیز، هر آنچه که هست ما بر شما خبر داده ایستاده ایم. این از پیش خود یا ساخته یا بافته نیست. خوب کسی میفهمد، خداوند خود شاهد و دانا هست. رحمت برای فهمیدنتان. میگذاریم به پول ترکی. کسایی که در جمهوری ترکیه هستند میتوانند یک بار دیگر با واسطه گوگل نظارت کنند که آیا درست است یا اینکه نه. 100 لیره ترکی برابر به 43 سومانی و 32 درم تاجیکی را تشکیل میکند. میتوانید یک بار دیگر نظارت کنید. خب دوستان عزیز، میگذاریم به پول قزاقستان. برادرانی که در جمهوری قزاقستان هستید میخواهید که کورس را فهمید، یک بار دیگر با واسطه گوگل نظارت کنید. یعنی که 1000 تنگه پول قزاقستان برابر به 23 سومانی تاجیکی هست. خب دوستان، میگذاریم به پول فونت استرلینگ. یک برادرمان بسیار التماس کردن درباره فونت استرلینگ معلومات گفته بود. چیزی که شما در نوار دیدین، یعنی که 100 فونت استرلینگ برابر به 1328 سومانی. شما نیز میتوانید با واسطه گوگل یک بار دیگر نظارت کنید که آیا درست است یا اینکه نه. خب دوستان عزیز، در زیر ویدیو حتما لایک مانید، مهنت های ما را قدر کنید و حتما به کانال ما پادپیسه کنید. خداوند از همه شما راضی باشد و بر شما سلامتی خواهان هستم. رحمت برای دستگیری هایتان.